السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله خوب میگین سلامتی و خوب. شکر. قاضیه که یک طرف نگاه میکنه و یک طرف گوش میکنه به حضور دوم طرف، این گونه قاضی حکمش از جهت شرعی بگیم چی است؟ الله برکت کنه. حضرت علی رضی الله عنه وقتی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم علم قضا رو پرسان شد، گفتن که تا دوم جهت رو، یعنی طرف دوم رو اگر پیدا نکنی مسئله رو گوش نکن. گفتن اگر بین دو کس باشه. و یک استاد ما هم در مسجد نبوی بودیم، قاضی بودن در مدینه منوره. یک آدم ماشین فروش بود، آمد گفت همین سوالهای منو دهید، پرسیده دهید. گفت در برم ایستاده است، من سوالهاشو پرسیدم. گفتم که این آدم ماشین خریده است از یک آدم و آدم این خیلی گفت است. گفت که وای آدم کو؟ آدم نیست. گفتن که آدم بیارید. یعنی گوش نکردن. یعنی باید دویم طرف گوش نکنه. برای آنکه یک آدم میبینید که در دستش، بعضی عالمان میگن که در دستش یک چشمش آمده است به نزد قاضی، در دستش چشمش است، فلانی چشم مرا زده افتانید، چشم مرا کافته گرفت، این چشمم در چشمش در جاش نیست، در دستش است. میگن که به قاضی حکم نکن تا مادامی که دویم طرف نآید. شاید اون دویم طرف می آید در دو دستش دو چشمش. بنابراین یعنی تا دو طرف نبیاید یا سه طرف باشد، سه طرف نبیاید، شاهدان نباشد، حتی گوش نکنید. مسئله قاضیگی مسئولیت است. اگر یک قاضی مثلا یک کس به حکم قتل تیه و احکام قاضیگی و شروط قاضیگی را رعایت نکند و ناحق اما آدم کشته شود، قاضی کشته میشه. برای چی؟ برای آنکه این سبب مرگی فلانی شد، قصاص گرفته میشه از قاضی. اگر مسئله اجتهاد باشد و بله خطا کرده باشد یا از روی اجتهاد باشد، این دیگر گپ. بلکه شرط های قاضیگی را رعایت نکند، مثلا نافهمیده یک کس حکم قتل دهد، مثلا خودش باز دیگر قاضی ها باید به این حکم قتل میتیم برای اینکه سبب مرگ یک آدم شد. بنابراین یعنی که امام ابو حنیفه رحمت الله برای همین قاضیگی را قبول نکردند، یعنی بین دو کس قاضیگی نمیکردند. بسیار عالمان قبول نمیکردند. مسئولیت است، یعنی که جوابگری عظیم داره، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم دو قاضی دوزخی هست. حتی شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که معلمی که به بچه ها بها میماند کو در سینی و هم قاضی هست، به حدیثی سیق دو قاضی در دوزخ، یک قاضی در جنت داخل میشد. برای چی؟ برای آنکه به فلانی 5، مثلا در جاهای ما به فلانی 2. مثلا یک استاد من شاهد هستم که به یک طلبه به یگان سوال جواب نداد، 2-3 ماند. گفت که خیر توی پدرت داملو هست، مایلش حرمتی پدرت به تو 3 ماندم. مثلا در مدرسه میخوندیم. انا همین حکم است. حکم در زندان بار یک مهمان آمد، در اتاق سردار زندان نشسته بودیم و به نزد سردار زندان آدم ها در برو میکنن، کارمندانش. یک کارمندش از خاص برای مسئله آنهایی که به زیارت محبوس ها میبیاین، خویشاوندان محبوس ها به زیارت محبوس میبیان، بعد نام و نسب آنها نوشته میبره. مثلا 15-20 نفری که الان در بیرونی در منتظر هستن، میخوان فرزندشون بیند، مثلا همسرش بیند، آمدگی هستن، همه میبیارد. آورد. وقتی که دیدم که سردار این خیلی گفتی فلانی درار، فلانی درار، فلانی ندرار، فلانی فلانگو حقارت، فلانی درار، فلانی فلانگو حقارت، فلانی درار، فلانی ندرار. گفت همین حدیث به خاطرم آمد. امروز برای این آسان است. این آدم از مسجد آمده است، این آدم از پنجکند آمده است. بعضی کمبغل ها، یک برادر در زندان بود، بیرون رفت، مقصد زیارت خویشاونداش آمده است. کسی میگه کی آمد؟ مادرم آمد. چی گپ؟ 2 ماه پیش فرزنددار شدیم. میگه 2 ماه پیش فرزنددار شدیم، نامش آزادبای موندیم، با امیدی که همین فرزندش از زندان آزاد شود. گفته مقصد چی؟ مقصد همین که 2 ماه پیش فرزنددار شد، خبرش امروز رسیده آمد به این بیچاره. چون که اینا کمبغل هستن، در دو دهه های دوردستی پنجکن زندگی میکنه، همونجا با خوجان میبیان، مثلا با یک راه های دور، با همون هم مثلا اگر
دچکه میگن، یعنی همون چیزی که آورده از بین 4 دام پمیدوری که از زمینش کندگی، 1 کیلو همون قطیق یا جرغاتی که از گاوش گرفته آمدگی، یا نانی که در تنوری خودش پختگی، معلوم است که کمبغل است، در 2 ماه یه بار آمده. حتی وقتی که خبری بچهش پگاهش به نآوردین برای اینکه به راهگیر پول ندارد، همین آدم هم تو میبیند کمبغل است، این فلانگو این فلانگو. روز قیامت هر یکی همین مانند قاضی جواب میتید. 2 قاضی در دوزخ است، 1 قاضی در قاضی حکم کرده است. حکم همین که فلانی درات فلانی ندارد. برای چی درات فلانی؟ برای چی فلانی ندارد؟ روز قیامت پرسیده میشوی. وای بر حالتون منصبدارا، وای بر حالتون قاضی ها. معلم شیخ الاسلام میگه معلم به بهای ماندگیش روز قیامت در زیر همین حدیث میدارد. 2 قاضی در دوزخ، 1 قاضی در جنت معلم میدارد. و این چنین داوره که بین بچه هایی که در کوچه خط میکشند و یگان بازی میکنن، کو بازی بین بچه ها. یک آدم داور میشد، قاضی میشد، همون داور قاضی. سودیه همون داوری که در فوتبال یک بازیگر زده پاش میشکند قصدن یک، یعنی که کارتاچکی سرخ کتی صاف میشد. اون در شریعت یک اعضا اگر شکند 100 شتر باید اگر اعضا بیکار شود 100%. این حکمی به غیر ما انزل الله است. حکم است این. یک تبلاچکی زرد دادن و سرخ دادن این قاضیگی هست. حتی همون آدمی که بین کودکا حکم میکند به حدیث 2 قاضی در دوزخ است، 1 قاضی در جنت است میدارد. گرید کلام شیخ الاسلام به تفصیل گرید خوانید. الله اعلم.